یک کمتر وقتمون باقی ماندگی باز یک دو سه مسئله فقهی بررسی میکنیم، بسیار مهم است. بعضی ها همین چیز هم پرسیدم. و هفته ما یک مسئله مهم گفتگو کرده بودیم. اندازه سفر نزد مذهب امام اعظم چند قدر است و در سفر سنت خوانده میشود یا نمیشود. ما بیان کردیم که در سفر مسافه سفر اولا 3 روز است که در حساب حاضره 120 کیلومتر حد اقل 120 کیلومتر است. از راه کم به مسافر حساب نمیشد، نمازش قصر نمیخواند. گفتیم دیگرش ما بیان کردیم که مسافر باید فرضای فقط قصر خواند و نه که سنت‌های پرره هم نشه خواند. سفر به سنت ترک نمیکنند. انا اکنون یک مسئله دیگر جمع کردن دو نماز در سفر. حاضره ها پیدا شده است همین دو تا نماز یک تکره میخوانند. پیشین و عصر یک تکره میخوانند، شام و خفتن یک تکره میخوانند. یا وقتش پیش میخوانند یا قضا کره میخوانند. مثلا وقتی پیشین میخوانند و عصر هم پیش رو خوانده میگیرند. ولی وقتی پیشین است نه که عصر هم خوانده میگیرند. یا اینکه مثال شام میخوند ولی خفتن جدگیش نه، خفتن هم پشتش خوانده میگیرند. این خیلی نیست. این خیلی نکنید تون. نماز در وقتش فرض است. الله تعالی گفته این الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. به درسته که نماز بر مؤمنان در وقتش فرض است. پیش از وقت نماز حساب نمیشه. این مسئله از کتابی دورالمختار می‌دونیم که فعلا ولا جمع بین فرضین فی وقت بعذرین. جمع کردن ممکن نیست دو تا فرض را در یک وقت. بعذر سفری و مطرین. به عذر سفر باشد یا باران باشد، سفر داشته باشی دو تا فرض یک تکر خونی درست نیست. فین جمع فسد لو قدم. اگر جمع کرد خواند نمازش فاسد است. اگر پیش از وقت خونده باشد، پیشین خوند و عصر نشده پیشین عصر هم خونده گرفت و عصرش عصر نیست، انیق است، فاسد است. و حرم لو عکسه. اگر برعکس کند کاری حرام کرده است. پیشین قضا کرد و وقتی عصر به یک تکر خوند، پیشین وقتش گذراند و بعد خوند و ثانی عصر خوند، در وقتی عصر پیشین عصر خوند، این باید کاری حرام رو کرد. الا لحاجین بعرفه و مزدلفه. مگر دو نماز یک تکر خواندن جایز است برای حاجی در عرفات و مزدلفه. فقط حاجی ها یک سال به یک بار وقتی احرام بستگی به جماعت که باشه نگر دشت عرفات به انمون پیشین و عصر یک تکر میخوانن وقتی پیشین. ثانی شب عید مزدلفه برای نگر شام و خفتن یک تکر میخوانن. دو تا نماز یک تکر خواندن فقط انمون وقت هست برای مخصوص آدم ها، برای مخصوص وقت. دیگر عمومی درست نیست این کار. دلیل ما چیست؟ در کتاب صحیحین امام بخاری و مسلم روایت کردند از ابن مسعود که حضرت عبدالله بن مسعود گفتند که والذی لا اله غیره ما صلی رسول الله صلی الله علیه و سلم صلاة قط الا لوقتها الا صلاتین جمع بین الظهر و العصر بعرفه و بین المغرب و العشاء بجمع. ابن مسعود صحابه بزرگ آن حضرت قسم خورده میگن قسم به اون خداونده که جزء خدای دیگری نیست، هرگز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نماز را بیرون از وقتش نخوانده اند مگر دو نماز را جمع کردند. پیشین و عصر را در عرفه جمع کرده خواندند، شام و خفتن را به مزدلفه جمع کرده خواندند. غیر این دیگر یگان وقت دو تا نماز یک تکر نخواندیم. قسم خورده استادیم ابن مسعود رضی الله عنه. بعضی روایت هایی که می آورم که همه پیامبر خدا جمع کرده خواندگی سفر بگفته وی جمعی حقیقی نیوری. در وقت یک نماز دویم نماز خواندگی شما نیوری صورتاً جمع کردگی. مثلا سبب سفر کتی پیشین آخری وقتش بخواندگی، اولی وقت به امکان نشدگی، اولی وقت به امکان خواندن نشدگی سفر جنامت مشقت است. پیشین اخیری وقتش بخواندگی
بعد عصر اولی وقتش بخوندگی، پیشین اخیر وقت خوندگی، عصر اولی وقت بخوندگی. این به معنای دو تا نماز جمع کردن نیست. یا مثلا شام اخیر وقتش و قضا نشدن پیش خوندگی، شام خوندن و یک لحظه نگاه کردگی که وقتی خفتن در آمدگی، بعد خفتن خوندگی، یعنی شامم در وقت خودش شد، خفتنم در وقت خودش شد. این جمع کردن و یک وقت هر چه خوندن حساب نمیشه. یا ضرورت شد پیشین سر دیرتر خونید اجازه. همین گپ هست.